مشتریان علیرضا قبلا زیاد بودند و موی سری خش را هر نوع آرایش می‌دادند. با آمدن طالبان کارش سست شد. وضعیت در کور تغییر کرده، اسلام کم شده، مردم حالت دینیه، یعنی اون مشتری که سابق داشتیم حال نداریم. اما یک سبب اصلی ترس از طالبان است که به آرایش موی مردان هم ایراد میگیرند و آن را غیر اسلامی مینامند. دیگر آرایشگران افغان این را در کارشان خوب احساس کردند. کاروبار حال استاده مزینه مثال جلو مدلایی که جلوی بود حال استایل نمیزنند، همین تو ساده بعد حال بغضی کاروبار نیه، سسته کاروبار. احوال بسیاری از سرتراشخانه و آرایشگاه ها در شهر هرات که از شهرهای آزاد اندیشترین افغانستان به حساب می رود همین گونه است. نادرشاه تا آمدن طالبان روزانه $15 کار میکرد، حالا $5 به دست می آورد. نظر محمد در کابل کار میکند و حالا میگوید اگر وضع چنین ادامه یابد دیگر ناچار است که با اهل عائله افغانستان را ترک کند. نمی تو کار خراب باشه دیگه مجبور هستیم یکرا را بر خود بسنجیم، پاکستان بریم، دیگه کشور بریم، دیگه کشور بریم. این رقمی حالات ما که باشه اینا تو سر ما فامیل دارم و تقریبا 3-4-5 نفر داریم، نان خوردن داره و نگاه کردن مکتب داره و چه رقمی دیگه که اقتصاد ما صحیح نباشه مجبور هستیم که طرف دیگه طرف خارج بریم، بیرون از کشور بریم. دیگر آرایشگران به خبرنگار فرانس پرس گفتند که با آمدن طالبان مردم یکباره خود را به مانند آنها کردند که ریش و موی دراز دارند. به گفته آنها سبب نه مد شدن این شکل آرایش است بلکه ترس از خود طالبان است که جوانان را نگه می‌دارند و میگویند چرا ریش نداری، کاری که به گفته جوانان افغان خلاف شریعت است. درست است که سنت رعایت شود ولی نه با زور. مجبور کردن کس با ریش و موی دراز ماندن عادلانه نیست. عادلانه نیست که مجبور موی دراز مانده مثل شیر شوی. در عهد طالبان در سالهای 1996 تا 2001 آنها به جوانان امر می‌دادند که حتما ریش گذارند. آنهایی که ریش نداشتند می‌زدند.